چند وقتیش تو تهران توی حسینیه‌ای منبر میرفتن، یه جوان اومد نزدیک 30 سالش، گفت من با شما چند دقیقه کار دارم. گفتم آقا بنویس. گفت نوشتنی نیست. گفتم ببین منو قبول داری؟ گفت آره. من چند ساله با جوانا کار میکنم، تربیتی فرهنگی، کسی که نتونه حرفشو بنویسه بعدم نمیتونه بگه. یک کتب و 3 و 4 بکن بنویس. گفت باشه خداحافظ. فردا شب که اومدیم یه نامه داد به ما، من بردم خونه، نامه رو که خوندم به این همونیه که من در به در دنبالش میگشت. فردا شب اومد گفت که چی شد؟ گفتم من نوکرتونم، من میخوام با شما این چند دقیقه صحبت کنم. وعده کردیم و گفت که منو چجوری میبینید شما؟ گفتم من نه رمالم نه جادوگرم، من چی بگم؟ گفت نمیذاری. گفتم بچه هیئتی و زد زیر گریه، گفت خاک تو سر من کنم سعی بدونی من چه جنایات کردم، چه گناهایی کردم. فقط خوبه‌ای که میتونم بگم از گناهایی که کردم اینه که مادرمو چند بار کتک زدن، پدرمو زدن، دیگه عرق و شراب و کارهای دیگه شد دیگه سله علاست. گفتم بس الان اینجوری؟ گفت حضرت زهرا دستمو گرفت. گفت حاج آقا من سرطانی بودم. سرطانی میدونی یعنی چی؟ گفتم یعنی چی؟ گفت به کسی سرطانی میگن که نه زمان حالیشه نه مکان، نه شب عاشورا حالیشه نه تو حسینیه، نه مکان میفهمه نه. خب من سرطانی بودم. یه خونه مجردی با رفیقامون درست کرده بودیم، هر کی رو جور میکرد تو این خونه مجردی اونجا وقت خواب گناه و نرسیدن. خب شب عاشورا هر چی زنگ زدم به رفیقام هیچ کدوم در دست نبودن، نه نمازی نه حسین هیچ. گفتم اینا همش آخونده در آوردن و تو عرب با هم دعواشون شده و به ما چه. میگفت ماشین رو برداشتم گفتم برم یه سرکی چش میگردیم گشت میدم. تو راه که میرفتم یه خانومی دیدم، دختر خانوم چادری داشت میرفت حسینیه. خلاصه اومدم جلو و یه اصطلاحی جوونا دارن اون اصطلاح نمیگم، خلاصه سوار ماشینش کردم با هر مکافاتی که بود میرسونم تو. خلاصه بردمش تو اون خانه مجردی. اینم مثل بیت میرد گریه میکرد و بابا مگه تو غیرت نداری؟ آخه شب عاشوراست، بیا به خاطر امام حسین. یا خودم بارم حسین که اینا رو آخونده در آوردن، عربا با هم دعواشون شده، ما ربطی نداره. گفت تو گریه یه وقت گفت که خجالت بکش، من اولاد زهرام، به خاطر مادرم فاطمه حیا کن، من این کاره نیستم، من داشتم رفتم حسینیه. گفتم من فاطمه زهرا هم نمیشناسم، من فقط یه چیز میشناسم، جوانی کردن، جوانی گناه، جوانی شهوت، اینا هم هیچ عالیم نیست. گفت این خانمه گفت که تو اگه لات هم هستی غیرت لاتی داری یا نه؟ گفت چطور؟ خودت داری میگی من زمین تا آسمون پر گناه، این همه گناه کردی، بیا امشب رو مردونگی لوتیوار به حرمت مادرم زهرا گناه نکن. اگه دست به مادرم زهرا نگیره برو هر کاری دلت میخواد بکن. ما غیرت میشون لباسام پوشیدم و گفتم یالا چادر رو سرت کن ببینم، امشب میخوام تو عمرم برای اولین بار به حضرت زهرا اعتماد کنم، ببینم این زهرا میخواد چیکار کنه. مادر یالا سوار ماشینش کردم اومدم نزدیک حسینی که میخواست بره، پیادهش کردم. از ماشین که پیاده شد داشت گریه میکرد. وقتی گریه میکرد و در رو زد به هم، دم شیشه گفت ایشالله مادرم فاطمه دستتو بگیره، خدا خیره، آبروی منو نبردی. خدا خیره. دیگه اومدم تو خونه و حالا ضد حال خوردیم و تو صحبت ها که داشتم میوردمش دادم حسینیه، هی گریه میکرد، با خودش حرف میزد، منم میشنیدم چی میگه، اما داشت به من میگفت این گناه که میکنی سیدی به صورت مهدی میزنی، آخه
چرا اینقدر حضرت مهدی کتک میزنی؟ مگه نمیدونی ما شیعه این امام زمان دلش میگیره؟ اینا رو میگو ما هم صفر رانندگی میکنم. پیادش که شد آمدم خونه، دیدم مادرم پدرم خواهرام داداشم اینا هم رفتن حسینیه. تو اینا فقط لات من بودم. گفت تلویزیونی که روشن کردم دیدم به صورت آنلاین کربلا رو نشون میده. صفحه یه تلویزیون دو تیکه شده، تیکه راستش خود بین الحرمین و گاهی زری ها نشون میده، تیکه دومش قسمت دوم صفحه تلویزیون یه تعزیه و شریحون نشون میداد، یه مش عرب با لباس عربی خشن با چپیای قرمز، یه مش بچه ها با لباس عربی سبز اینا رو با تازیانه میزدن و تو خاکا میکشوندن. میگفت من که تو عمرم گریه نکرده بودم یاد حرف این دختره افتادم. گفتم وای یه عمر دارن تازیانه به مهدی میزنن. میگفت پا تلویزیون دلم شکست. گفتم زهرا جان دست منو بگیر. زهرا جان یه عمر دارم گناه میکنم دست منو بگیر. من میتونستم گناه کنم اما به تو اعتماد کردم. کسی هم تو خونه نبود دیگه، هر جا دوست داشتم گریه کردم. گریه های چند ساله که بغض شده بود گریه میکردم، داد میزدم، عربده میکشتم، خجالت یا نمیکشتم، هیچ کسی نبود. میگفت نزدیکای سحر بود، پدر مادرم از حسینیه آمده. تا مادرم در وا کرد وارد شد تو خونه، تا نگاه من کرد، اسمش رضاست، یه نگاه من کرد گفت رضا جان کجا بودی؟ گفتم چطور؟ گفت بوی حسین میدی؟ رضا جان بو فاطمه میدی؟ کجا بودی؟ افتادم دست پدر مادرم گریه. تو رو به حد این شب عاشورا منو ببخش، من کتک زدم، اشتباه کردم. بابام گریه کن، مادرم گریه کن، داداشا خواهرا همه خوشحال، داداش ما پسر ما پسرم حسینی شد. صبح عاشورا زنجیره رو برداشتم و پیرم مشکی رو پوشیدم و رفتم تو حسینی. تو حسینی که رفتم میشناختن، میدونستن من هیچ وقت اینجا نمیمدم. همه خوشحال. رئیس هیئت آدم عاقلیه، گفت آمد و خیلی خلاصه پیشونی ما رو بوسید و بغلمون کرد. رضا جان خوش آمدی، منت برای ما گذاشت. و من هی زنجیر میزدم، یاد اون سیلیایی که به مهدی زده بودم گریه میکردم. هی زنجیر میزدم به یاد کتکایی که با گناهانم به مهدی زدم گریه. جلسه که تموم شد، نهار و اینا رو خوردیم، رئیس هیئت منو صدا زد. من یه خواهشی دارم به کسایی که دستشون به دهنشون میرسه میتونن سالی چند نفر رو کربلا ببرن، تو رو به خدا یکی از کسایی که کربلا ببرید از این طایفه باشه. اون جوونی که اهل این حرفا نیست اما یه روز عاشورا میاد، همون روز دستشو بگیر بگو خوش آمدی، میره بریم کربلا. این جوونا اگر شش گوشه حسین رو ببینن گریه میکنن، متحول میشن. کربلا آدم میکنه. اومده من گفت رضا جان میای کربلا؟ گفتم کربلا من پول ندارم. گفت نوکرتم، پولی یعنی چی؟ خودم میبرم. میگفت حاج آقا هنوز ماه سفر تموم نشده بود دیدم بین الحرمینه. رئیس هیئت اومد گفت که آقا رضا بریم تو حرم. گفتم برید، من یه چند کار دارم. تنها که شدم زدم تو صورتم گفتم حسین جان میخوای با دل من چیکار کنی؟ زهرا جان من یه شب تو عمرم به تو اعتماد کردم، کربلاییم کردی؟ بیبی جان آدمم کردی؟ اومدم شبکه رو گرفتم برای امام حسین و گریه کردم، داد میزدم حسین جان دستمو بگیر حسین جان پسر فاطمه دستمو بگیر، نگذار برگردم دوباره.
میگم رئیس هیئت کاروان داره مکه مدینه برای اینها. میگم آقا به جان زهرا سال تموم نشده، گفت میارم خدمه بریم مدینه. گفتم مامان، گفت با همه کاراش با من یکی از خدمه ها مریض شده. خلاصه آقا چند روزه ویزا ما رو گرفت. یه وقتی ای بابا سال تموم نشده تو قبرستان بقیع پای برهنه دنبال قبر گم شده که زهرا دارم. میگه گریه کردم زهرا جان، بیبی جان، با دل من میخوای چیکار کنی؟ من یه شب به تو اعتماد کردم، هم کربلاییم کردی هم مدینه‌ای. میگفت خلاصه کار برام پیش اومد و کار و دیگه رفیقای اونچنانی گذاشتم کنار و آبرو پیدا کردم. یک مدتی 2 سالی گذشت. میگه حاج آقا همه یه طرف، یه قصه که میخوام بگم یه طرف. مادر ما گفت رضا جان حالا که کار داری، زندگی داری، حاجی هم شدی، مکه هم رفتی، کربلایی هم شدی، نوکر امام حسین هم شدی، آبرو پیدا کردی، اجازه میدی بریم برای خواستگاری؟ گفتم برید مادر، یه دختر نجیب زندگی کنو پیدا کن. رفتن گفتن یه دختری پیدا کردیم خیلی دختر مؤمنه و خوبی و اینهاست. خلاصه رفتیم خواستگاری. پدر دختر تحقیقاشو کرده بود چقدر خوب دختر داره اینجوری دخترشو بردن مالک. میگفت منو برد توی اتاق در بست و گفت ببین رضا جان من میدونم کی هستی، اما 2-3 سال نوکر ابی عبدالله شده، میدونم چه کارا و چه جنایات همه اینا، ولی من یه خواهش دارم، چون با حسین آشتی کردیم دخترم بهت میدم، نوکرتم هستم، فقط جان ابی عبدالله از حسین جدا نشو، همینطوری بمون، من کاری با گذشتهات ندارم، من حالاتو میخرم، من حالا نوکرم. میگفت منم بغلش کردم پدر عروس خانم و گفتم دعا کنیم ما نوکر بمونیم و از طرف من هیچ مانعی نداره دیگه، عروس خانم باید بپسنده و خود تو میدون. خب گفتن عروس خانم چای بیارن و اینها. ما هم نشسته بودیم، پدرمون، خواهرمون، مادرمون، اینا همه، مادرش، خالش، عمش، مهمونیه چی بود؟ خواستگاری بودیم. عروس خانم وقتی سینی رو آورد گذاشت جلوی ما، یه نگاه به من کرد، یه وقت گفت یا زهرا. سینه از دستش ول شد و گریه و از سالون نرفته خورد رو زمین. مادرش، خالش، مادر من، خواهر ما رفتن زیر بغلش رو گرفتن و بردنش توی اتاق. میگم من دیدم آجا فقط صدا شیون از اتاق بلند، همه فقط یه کلمه میگن یا زهرا. من دلم مثل سیر زرگه می نوشید، چه خبره؟ مادرم صدا دادم، گفتم مادر چیه؟ گفت مادر میدونی عروس خانم چی میگه؟ گفتم چی میگه؟ گفت مادر میگه که دیشب خواب دیدم حضرت زهرا اومده به خواب من، عکس این پسر شما رو نشونم داده، گفته این تازگی ها با حسین من رفیق شد. به قادر من ردش نکن. مادر دیشب فاطمه سفارش رو کرده. به خدا جوان اگر اعتماد کنید، رفاقت کنید، زهرا آبروتون میده، دنیاتون میده، آخرتون میده. یا زهرا یا